مردم وقتی حالشون بده بیشتر موسیقی غمگین گوش میکنن که با حال هواشون سازگار باشه یا موسیقی شاد گوش میکنن که حال هواشون عوض بشه؟ سلام، من ندا هستم، روانشناس، و امروز میخوام راجع به این موضوع از مردم سوال کنم. در آخر این ویدیو هم یه سری نکات از دیدگاه روانشناسی خدمتتون اعلام میکنم. فعلا بریم ببینیم مردم چی میگن. وقتی که حالتون گرفته است بیشتر دوست دارید موسیقی غمگین گوش بدید که با حالتون سازگار باشه یا دوست دارید موسیقی شاد گوش بدید که یکم بیاید بالا؟ حقیقتا تمایلی به گوش دادن به موزیکای شاد ندارم، معمولا آهنگای کلاسیک و حالا ترجیحاً دپ. بیشتر آهنگای دپ. بعد وقتی که حالت خیلی گرفته است موسیقی غمگین گوش میکنی، بعدش احساس میکنی که حالت بهتر شده؟ ترجیحاً آره، مثلا شاید اون بار منفی روم باشه تا یه مدتش، ولی بعدش احساس سبکی میکنم. پس بعدش احساس خوبی داری. آره، ترجیح میدی که این نوع موسیقی رو توی تنهایی خودت گوش کنی یا با دوستات با همدیگه بشینین مثلا این فاز دپ بگیرین؟ ترجیحاً تنهایی. حالا من خودم معمولا با پیاده روی این کارو انجام میدم. مرسی. خیلی بچه‌ها، وقتی که حالتون گرفته است بیشتر دوست دارید که موسیقی غمگین گوش کنید که با حالتون سنخیت داشته باشه یا موسیقی شاد گوش بدید که حالا هواتون عوض شه؟ شما بگو. من ترجیحم اینه که موسیقی غمگین گوش کنم. خب شما؟ منم همینطور. موسیقی غمگین گوش بدید. بعد چه تأثیری روتون میذاره وقتی که موسیقی غمگین گوش میکنید؟ من به شخص حالم بدتر میشه، یعنی دیگه میرسم به آخرین حد ممکنم. ولی خب بعد یه مدت حس بهتری پیدا. بعد چه مدت مثلا؟ چند ساعت طول میکشه. آره. ولی خب بیشتر از یک روز نمیشه، به چند ساعت، مثلا 3-4 ساعت بعدش. پس در مجموع رو تاثیر مثبتی میذاره در نهایت. بله درست. شما؟ موسیقی غمگین شاید میشه گفت که باعث میشه که ما اون غمی که داریم حالا با گریه یا حتی مثلا یکم غمناک بودن و مثلا حسی که بیشتر بتونیم بروز بدیم راحت تره، یعنی بعدش تاثیرگذارتره نسبت به موسیقی شاد تا اینکه بخوای مثلا تو بزنی برقصی بعدم مثلا نتونی خودتو تخلیه کنی تو مواقع غمگینت. درسته. بعد شما ترجیح میدید که این موسیقی غمگین رو وقتی تنهاییت گوش بدید یا با دوستاتون کنار هم بشینید با هم دیگه در واقع موسیقی غمگین گوش بدید؟ نه، من ترجیحم تنها بودنمه. قطعاً تنهایی. خب وقتی که غمگین هستین بیشتر ترجیح میدید که موسیقی گوش بدید که با روحیات اون لحظه‌تون سازگار باشه یا موسیقی شاد گوش بدید که یکم بیاید بالا؟ من ترجیح میدم موسیقی شاد گوش کنم، چون خودم سعی میکنم همیشه خودم رو یه جوری نسبت به اون حالتی که هستم تغییر بدم، سعی میکنم شاد گوش کنم. یعنی وقتی هم که خیلی غم دارید بازم موسیقی شاد رو انتخاب میکنید؟ ترجیحاً موسیقی شاد. و چه تأثیری روتون داره بعد از اینکه اون موسیقی رو گوش میکنی؟ خب حس و حالم عوض میشه، یکم فاز مثبت میگیرم، میبینم خب چه دلیلی داره که آدم وقتی میتونه شاد باشه بخواد غمگین باشه یا بره تو فاز غمگین که یه موسیقی غمگین گوش کنه تازه بیشتر اون حس غم بیاد سراغش. من سعی میکنم شاده رو گوش کنم، یعنی حق انتخاب به خودم اون شاده رو میدم. بسیار همالی. بعد ترجیح میدید که این موسیقی شادی که دارید گوش میکنید تو جمع باشید با خانم بچه‌ها باشید یا تو تنهایی؟ نه، گروهی. معمولا خودم خیلی دوست دارم همیشه جمع باشم. خیلی ممنونم ازتون. بچه‌ها وقتی که حالتون گرفته است، حالتون خوش نیست، غمگینین، بیشتر دوست دارین موسیقی غمگین گوش کنید یا موسیقی شاد گوش کنین که حالا هواتون عوض بشه؟ خب قطعا غمگین دیگه. غمگین گوش کنم. شما چی؟ نه، من معمولا ترجیح میدم شاد گوش کنم، ولی مثلا اون موزیکی که توی اون تایم حالمو بهتر میکنه فرق نداره غمگین باشه یا شاد، ولی ترجیح شاد. منم غمگین گوش میکنم. بعد چه تأثیری روتون داره وقتی که تو گفتی موسیقی غمگین گوش میکنی، درسته؟ چه تأثیری روت داره؟ اینجوری میفهمم که الان تو فاز بدیم، بعد سعی میکنم خودم تغییر بدم سریع و باعث تغییر میشه. یعنی موسیقی غمگین که گوش میکنی باعث میشه که فازت عوض بشه، حساب بفهمی که در واقع الان غمگینی و بهت یه انگیزه‌ای بده که حالتو عوض کنی. دقیقاً. آره. شما؟ من اینطوری میشم که وقتی اگه شاد باشه اون موزیک اون تایم حالمو خوب میکنه، کلا اون موزیک درکش میکنم، موزیک رو که حالمو خوب میکنه، یعنی خوب میشم باش دیگه، کلا یادم میره. تا چی؟ من بیشتر گریه بکنم که زود حالم بهتر بشه. وقتی گریه میکنی حالت بهتر میشه. بله. خب
بچه یه سوال دیگه، بیشتر دوست دارین که حالا این موسیقی رو توی تنهاییتون گوش بدین یا با دوستاتون رو توی جمع گوش کنین؟ تنهایی قطعا، یعنی اصلا پیش دوستام نمیتونم موزیک غمگین گوش کنم. پیش دوستات نمیتونی موسیقی غمگین گوش کنی؟ خب منم با سمین هم ندارم، قطعا تنهایی بیشتر، یعنی با موزیک کنار میام. حتی وقتی داری موسیقی شاد گوش میدی ترجیح میدی تو تنهایی خودت گوش کنی؟ تو تنهایی خودم گوش کنم. منم همینطور، منم تنهایی. بله. مرسی بچه‌ها، خیلی ممنون. وقتی که حالت گرفته است بیشتر دوست داری که موسیقی غمگین گوش بدی که با حالت سازگار باشه یا موسیقی شاد گوش کنی که حالا هوا عوض شه؟ من خودم موسیقی غمگین گوش میدم وقتی ناراحتم، بیشتر تو حال و هوا موسیقی غمگین. بعد چه تأثیری رود میذاره وقتی این موسیقی غمگین رو گوش میدی؟ حالت بهتر میشه؟ بله یه ذره تو روح و روان تأثیر داره بالاخره. بعد دوست داری که این موسیقی غمگین رو توی خلوت خودت گوش بدی یا دوست داری با دوستا دور هم جمع بشین با هم فاز دب بگیرین و موسیقی غمگین گوش کنین؟ تنهایی بیشتر حال میکنم تو خلوت خودم. وقتی که حالت گرفته است بیشتر دوست داری موسیقی غمگین گوش بدی که با حال و هوا جور باشه یا دوست داری موسیقی شاد گوش بدی که یه ذره بیای بالا؟ من بیشتر موسیقی غمگین گوش میدم، چون با اون حال و هوایی که دارم موسیقی غمگین بیشتر تأثیر داره رو من. چه تأثیری داره رود؟ مثلا بعد یه مدت حالت بهتر میشه این موسیقی گوش دادی یا حالت بدتر میشه؟ حالم بهتر نمیشه ولی رون تأثیری که میذاره یکم بهتر میشه با اون چیزی که سازگار. یعنی احساس میکنی یه ذره تخلیه میشی؟ آره بله. بعد دوست داری که این موسیقی رو تنهایی گوش بدی یا با دوستات با هم دیگه بشینین گوش کنی؟ تنهایی گوش میدم، چون با کسی خیلی حرف نمیزنم که چیزی چطور شده است تو دلم و اینا. وقتی که حالتون گرفته است بیشتر ترجیح میدید موسیقی گوش کنید که با حالتون سازگار باشه، یعنی غمگین باشه، یا موسیقی شاد گوش بدید که یکم بیاید بالا؟ بیشتر موسیقی شاد گوش میدم. حتی وقتی که خیلی غم دارید؟ بیشتر وقتی غمگینم ترجیح میدم تنها نباشم، میرم با یکی باشم، تنهایی دوست ندارم. بعد چه تأثیری روتون میذاره وقتی که موسیقی شاد گوش میکنید ولی حالتون گرفته است؟ حالم تغییر میکنه، دوست ندارم تو اون حال باقی بمونم، به خاطر همین سعی میکنم خودم تغییر بدم، فازمو تغییر بدم. و فرمودید که بیشتر دوست دارید که توی جمع باشید، یعنی ترجیح میدید اون موسیقی شادی که دارید گوش میکنید در کنار دیگران گوش بدید. آره 100%. صحبت‌های مردم رو شنیدیم. همونطور که دیدیم گوش دادن به آهنگ اثرات متفاوتی روی مردم میذاره. این موضوع قبلا توی بعضی از پژوهش‌ها نشون داده شده که تاثیر آهنگ شاد یا غمگین روی خلق افراد بستگی به تفاوت‌های فردی اونا داره که از شخصیت هر فرد نشأت میگیره. به طور کلی پژوهش‌های مختلفی نشون دادن که گوش دادن به آهنگ‌ها میتونه اثرات مختلفی روی خلق ما داشته باشه. این یعنی بسته به عوامل مختلف میتونه خلق ما رو بهبود بده یا روی اون حال و هوایی که توش هستیم اثر منفی بذاره و اون حال رو تشدید بکنه. این موضوع توی صحبت‌های مردم هم بود که بعضیا وقتی حالشون بده ترجیح میدن موسیقی غمگین گوش بدن. بعضیا هم ترجیح میدن موسیقی شاد گوش کنن. در واقع آهنگ غمگین هم میتونه به اندازه آهنگ شاد لذت بخش باشه و روی خلق تاثیر مثبت بذاره. این موضوع رو این مقاله به خوبی بررسی کرده. من براتون بعضی از قسمت‌های مهمش رو هایلایت کردم. همونطور که می‌بینین اینجا میگه که گوش دادن به موسیقی غمگین میتونه به احساسات مثبت منجر بشه. اما چیز جالبی که این مقاله بهش اشاره میکنه اینه که حس غمی که در اثر موسیقی القا میشه اگه از نظر زیبایی شناختی ارضا کننده باشه، یعنی شما از زیباییش لذت ببرید یا احساس کنید که اون موسیقی داره حرف دل شما رو میزنه، میتونه فواید روانشناختی داشته باشه. نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که وقتی آهنگ غمگین گوش میکنیم به ما کمک میکنه که به حال و هوای غمی که داریم بیشتر آگاه بشیم و این خودآگاهی خودش تاثیرات مثبتی داره و منجر به بهبود حال ما میشه. گوش دادن به موسیقی غمگین میتونه احساسات مختلفی رو مثل ریلکسیشن، حس نوستالژی یا همدلی و یادآوری خاطرات خوب گذشته در ما ایجاد بکنه.
اما گوش کردن به موسیقی با دیگران هم میتونه فواید اجتماعی داشته باشه. یعنی میتونه روابط بین فردی ما رو تقویت کنه و این میتونه منجر به افزایش خلق بشه و حال ما رو بهتر کنه. اما گوش دادن به موسیقی غمگین در جمع برای بعضی از افراد حساس که تمایل به نشخوار ذهنی دارن میتونه اثرات منفی داشته باشه. چون در جمع ممکنه که همه در مورد اون موسیقی حرف بزنن و حال و هوای ما حسابی به هم بریزه و آشوب بشیم. مرسی که ویدیوهای من رو دیدین. منتظر ویدیوهای دیگه من باشید و کانال رو دنبال کنید.